سلام بچه ها، ما امروز اومدیم وان بلاک. بله، وان بلاک در ماینکرافت تک نفره بریم برای بازی. البته من یه مقدار خودمو کش کنم. خب بچه ها، همینجور که میدید مثلا یه بلاکیم بعد اینو بزرگ میریم پیش، میریم بازی رو. خب میگه آی خیلی بده. اگه میدونی چجور باید درستش کنم بگید لطفا. اگه بتونم کدا درست کنم نگه تو صورت خیلی بده. حتی بخونم میدونی چه خیلی بده. اگه میدونید بگید لطفا. مبل بازی هر یه جور رسمه نمید. ای خب بچه خوب یه دیگه خوب تحصیل تیبه پیککس و بیل. تبرم میسازیم. اوی دونم چیه؟ کسی دمیج رو بتونم کم کنم. بچه ما موبایل پلی در موبایل پلی را خیلی ظلم دیدن، چون که همه امکانات برای پیسی پلیره یا هم کامپیوتر و لپتاپ پلیره و ما موبایل پلیره هیچ امکاناتی نداریم و منم میخوام کاری کنم که ما موبایل پلیره دیده شیم. بله خب این سخنرانی زیبایی بود. خب سب کن دوتا اگه دوتا بشه خب اوکی. خب یکی دیگه اینور باید بزنم. خب اوکی. مشاهده این وسط خیلی ظلم دیدیم نسبت به پیس پلیره. و من بازی دیگه هم براتون میذارم و حتی اگه بخواید تو کامنت ها نظرتتون رو بگید که بازی بعد چی باشه و ما بریم همین شما دوست دارید برای شما گوش میدیم. کامنت ها بگید بازی بعد چی باشه. او آپگرید لیون چیزی فرستون میکنه مگولی یکی که من چیز من اینجا بزرگ کنم. من باید درازش کنم تا کی بزن اسمشو چون اینجوریش کردم. ماشاءالله صورتی پس برای حمایت از موبایل پلیرها مایی که ظلم دیدیم این وسط لایک ویدیو بزنید. بله خب ما الان سنگ نمیده این وان بلاک بچه خود رونالده گریه کنم میفتم پای برم با آب زیر شد نوگره دم. اگه بتونم برم او کش کنم میشه یه آبی داشتم. برو کنار اصلی برو. نیفت. اوه وای وسایلم وای سه تا چیز بشه.
بلش کن بذارش نکن شیفت میگیریم دم میکنیم انجامیم اینجا آی گذاشتم روش حالا هر جا گذاشتم که پایین برد پایین اگه بشه یه فردا درست کرد اوکی دیگه آره زیرش بلاک حالا بکنه نمیفته مگه کریپر چیزش باشه حالا همه خاک در میده ای اصولیم چرا ماین میکنی چه لگه باحالی بازی لگ شد ای بازگاش لگه نگه میداشتم لگه رو مرگونی حالا یکی دیگرش رو حالا دو بازم سر شارژ شد بورس حیواناتو گرفتن دست حالا بچه میخوام بکشمش ببرم اون ور خودم چیز کنم جایی بسیدم واسه چستم اونجور چیم تا نترک مثلا کریپر اسمش دورش هم سه میدم نایف خب الان ما باید بکن شما نفتی ما فعلا بد فعلا اسپان نکن دیگه دهنم هم میشه زمین هم میشه حویج اوایل بازی که ما گرفتیم خودم فکر میکردم چیزه دونه سیب زمینی داریم فکر میکردم دونه سیب زمینی داریم و بعد یه دونه هست که سیب زمینی ازش رشد میکنه حالا آدم جزد نه تو سروایول دونه سیب زمینی وجود نداره مثلا بخواه بکنم سروایول مثلا باشم تو کریتیو هم نمیدارم وجود داره اینا تو کریتیو من کریتیو زیاد بازی کنم اگه که نسخه های جدید باشه برم تست کنم این چی به چی اصالی بچه بابا چه سنی چه سنی بزن آی دید بچه ها دید چه مویی رد کرد براره تو خب بچه ها یه دیگه بزن اینجا بخون کم سنگ ندارم
جونی نمیخوام بزنم مثل دفعه قبل. خب یکی از این درسته دیگه. چرا تا اینجوریه؟ چند اینجوریه؟ تا باشه اینو باید دیگه بیشه پنجر بزنیم بوری کنم. چیست اصلا تکیاتی میکنم چه که کمی زیاد داده نه تو تک بنده خدای مرغه هیچیش نمیشه. الف بالا میتونه بخورم مرغ چون که سر دفعه میفته بال میزنه بنده خدا. سب کن مثلا یک پرچه بلان بشتم الان دیگه تو برف نرمم باشه دیگه چی باید بکنم فعلا نمیکنم. خب ما الان باید چیز بسیم چیز میتونیم بسیم چیز سه تا چیز بابا 6 تا چیز اینجا داریم سه تا قبل داریم میتونیم سه تا دابل چیز بزنیم. از همین خواهدیم کادو چوب لازم دارم اینه بله این درخواه میکنه خدا چوبا رو نگه داشتم برای خب این زنیم یه پیکک نمیتونیم بزن الان من که چوب نمیخواستم همه چوب نمیم الان من دنبال سنگم چوب برم آو سلام دوستان خاکستر همچنم لازم هم بکنم خب اوه چه چوبی آخه بری کول شد باید ندارم من بدم بید اهلشی که قوق بزرگم آره بهش بزنم یکی دیگه هم پیدا کنم چه زیاد بزنم باید حساب میشم که بزنم یه من دقیقه بیشتر باید میمانم گندون میخوام
بدم همین چیزی تکراری خب ما چیزا بخالی کنیم دستم بخالی کنیم چیزا خب بچه اینه من پارت اول ویدیو منتظر پارت دوم این ویدیو هم باشید فعلا خدا حافظ.